تعداد دوستان رو در شبکه اجتماعی کدام یکی است، مثلا فیسبوک یا دیگر، کم کردن در کورس. آنها که نمیشناسید به دوستی قبول نکنید. کی میداند او کی است و به چه خاطر به شما دوستی فرستاد؟ ممکن بگن نیت بدی داشته باشد، ممکن نیتی داشته باشد به گروه شما را شامل کند، یا خودش در گروه اگر باشد و شما او را به دوستی قبول کردید، خدا نصیب نکند اگر آن شخصیت در کوفتکوی جنایتی باشد و در گروه شما باشد، در این وقت این خطر به شخصیت شما ملکه دارد. یعنی شما را فردا میپرسند به چه خاطر این آدم را در گروهتان وارد کردید، از کجا میدانید؟ درست. این یک. دوم از اون، اکاونت هایی را که شما استفاده نمیبرید آنها را نیست کنید که میبایست آنها کشاده باشند و توسط اکاونت های شما شخص های دیگر برای دیگران مواد بفرستند و از آن استفاده بکنند. فردا گناهگار شما هستید. به چه خاطر؟ به خاطر که نام و نسب شما در آنجا است.